And look here, please. Hi, Pam Angel, merci. Thanks. And then you by yourself? Yeah, yes, please. Yes, Mr. Pam. یک هم میتونید جلو بیاین. Yep. And over here, please. Angel, merci. Do I have to do first? Thank you. Could we have you just by the wall? Yep, just a bit more. And it's a very tense and powerful. Trish already mentioned a lot just to introduce Mr. Panahi for people who don't know him. اما نکته اصلی که گفتن که من میخواستن دوباره به من خرس طلا بدم و من حاضر نشدم بگیرم سر این هستش که الان در ایران هیچکی نمیگه حالت خوبه؟ Your new film, which we're here to talk about, it was just an accident, has at its core maybe a very political theme. به خاطر اینکه نه حال کسی خوب نیست همه سوگوارند. And he produced one extraordinary movie after another. خشونتی وحشیانه صورت گرفته. یک کشتار جمعی صورت گرفته. I had to think, and this might sound flippant, but that your career shows that. به خاطر همینه که مردم راه دیگری پیدا میکنن برای مقاومت. سر قبر کشته شده هاشون موسیقی پخش میکنن و میرقصند. Currently, of course, we wish him well that he stays out and that he manages to fight. میخوام ازتون خواهش کنم که برای بزرگداشت این کشته شده ها در ایران که 40مشون هستش به مانند خانوادهشون براشون یه دست بزنیم. نمیخوام بگم مثلا کار بزرگی میکنم، نه، ولی احساس میکنم که به عنوان یه فیلمساز اجتماعی باید در کنار مردم باشم. اگر من مثلا اگر دکتر بودم، یک دکتر وظیفش چیه؟ نجات جان انسان ها. خب این انسان ها رو در هر جای دنیا میتونه نجات بده، فرق نمیکنه. ولی با این شغلی که دارم، با سینمایی که دارم، من اونجا میتونم کارم رو انجام بدم، اون کاری که دوست دارم رو میتونم انجام بدم. پس هم برای خودم هم به خاطر چیزایی که بهش معتقدم 100% برمیگردم بلافاصله بعد از کمپین اسکار.